عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. ماه تبرک شریف رمضان با همه برد و با همه کمبودی و پیشروی، با همه موفقیت و ناموفقیت های زندگی و روزگاری ما و شما حرکت پس سر شده ایستاده است و خدا را شکر که مردم با تن صحت و با جان سالم و زنده این ماه شریف بزرگ را پیشواز گرفتیم و خدا کند که ده ها و صدها و هزارها ماه شریف رمضان رو ما با شما یک جا داشته باشیم و خداوند مهربان رو در این ماه ذکر کرده باشیم. و امروز که عید شریف فطر آمده است، صمیمانه و صادقانه و صافدلانه تمام مردم شریف تاجیکستان و تمام مسلمانان دنیا را و تمام تاجیکان برون مرزی و مسلمانان برون مرزی تاجیکستان عزیز را با این عید بسیار زیبا و عزیز و دوست داشتنی تبریک و تهنیت میگم و خدا کند که شما همیشه تنصیحت باشید، خانه آباد باشید و در تمام سمت‌های زندگیتون بردباری و موفقیت و پیشروی باشد. عید مبارک همدیگران عزیز.